Ehi, taxi! Oh, ای پاکت مبارک یاد کنم ممکنه لطفا به رسیده مدام به اشارات بودیم بگیم خورم الان یه خود دیر وقت صلاح نیست ارباب تو میشه 25 کنم نه شب عید پاک نیست عید پاک مبارک خواهش میکنم از جمعه نیش کنم تو خیلی مهم مفوری بدون که کبابی براش سفارش دادم چرا میمانی بسیار جالبیه برای شما خوشبختی خواهد چقدر بودیم Excuse me, General. پس بگرد بیرون منتظر یه قیقانی بده حال مله یه خیلی سوالیه همین الان میام خلصون فرمایید پاکتون مبارک آنکوی اسم شما آنکوی درسته؟ یا نه در آفرشگاه سنکلو شما رو به این اسم میشناسم شباهت مانده میکنید این شباهت خیلی هم میتونن داشته باشن خواهش میکنم نفر راحت باش چرا همیشه کار میکنید؟ چرا همیشه کار میکنید؟ من کسی نیستم که شما شاید اگه نمیگفتین چی هستین سوالی هم پیش نمیاد من چی هستم؟ ظاهرا گراندوش سخنافسازی هرچی توی تیمارستان بمونه کم واقعا دیگه خب پس اعتراف میکنی که تیمارستان بودی بله؟ مطمئنی این هم خانمیه که تو سنکلو دیدی؟ بله
جناب گفت همون جای همیشگی منتظر باشید. منتظر بمونه؟ چجوری؟ این خیلی رو داره. برای ما پیغام ازش بریم. چرا؟ گفت زود بر میکنه. همیشه پتروین میگه موقع شد میدونم. اون چیزایی رو که بدونین میخوای بگی به من میگی. با وجود این خوشحال باش. تا یک هفته دیگه میره زندان. من این کلمه رو قدغن کردم. حالا مشکلی میگیرم. این تنها پایان منطقه نقشه مسخره. نقشه مسخره ها؟ مثل اینکه یاد رفته وقتی شنیدی طرف زنده از چه حالی شدی. اونجاش مسخره بود. حال تو هم وقتی فهمیدی اون وارث 10 میلیون پوند پوله به همون اندازه مسخره. نه به همون اندازه. 10 میلیون پوند تو بانک انگلستانه. در حالی که جسد گراندوشس آلاسکا نیکولایونا تو روسیه مطلوب. گفتم؟ نه متشکرم. من از وقتی که بونین تصمیم گرفت این شرکت را بندازه به سر توی حاضمه شدم. بونین تصمیم گرفت. فکرش مال منه. تجارب چندین ساله من از کارهای بانکی دست کم میگیری ها؟ من بودم که سهام برای شرکت رو متقاعد کردم مخارج لازم رو برای پیدا کردن گراندوشس محبوبمون تامین بکنم. من بودم که نسبت به میراث گراندوشس و به میزان پولی که سهامداران برای تامین هزینه برداشت بکنن تعیین کردم. من بودم بونین هیچ کاره بود. شب بخیر رفقا. این اصطلاح میگه روزهای سفید که اینجا اصلا مطلابه نیست. ببخشید من داشتم جلسه رسمیه. جلسه رسمیه به همین گزارش مالی رو بخونید. گزارش مالی یه گزارش دیگه من به موقع خودش بسخوفین. شروع کن جناب. جمع سرمایه ما تا این حقیقت 5250 در اصولیت و توجه تو تردیدی نیست فرگوت جناب، ولی اگه اشتباه نکنم ما الان بیشتر از 9000 فرانک باید داشته باشیم. جنرال عزیز ممکن ازتون بپرسم ممکنه بپرسم بوده این باشگاه که مذکور پرداخت شده 1500 فرانک یک جا از سرمایه پرداخت شده. ما نفرستوین یه جای کوچیکی اجاره کردیم و تو یه این جلسه برای بررسی مشکل مسکن تشکیل نشده. گزارش بکن. مشکل مسکن 275 فرانک ناتالیا کورسکایا خیاط سابق خاندان امپراتوری برای به دست آوردن اطلاعات درباره طریق بلازهای لباس تحت مورد نظر. پیداست که از اون اطلاعات به خوی من خودم می‌نویسیدم. اینا اندازه‌های دقیقه است. جالب و زیبایی هم داره. بله به شرطی که به اونم بخورن. دیگه خیلی دیر شده. ما با وضع مصیبت‌باری بود. یکی از مقامات خارج دربار تزار باید ایمان بیشتری داشته باشه. کاش پدر خدا بیامرزم کمتر ایمان داشت. خیلی خوب جناب خواهش می‌کنم بهش بگو چی شده. من ترجیحم اول ببینم اون چی میگه. من؟ لبخند تو یه علت نیست. حرف دارم مثل بیشتر وقتا که لبخند میزنه چیزای غیر ممکن نیست. تو بگو ببینم چی شده. این جونا میگه کمیته اتهام دارم منو دعوت کرده بود تو جلسه. خیلی لطف کردن. جنرال میگن بدون مقدمه رفت سر استماتون. گفتم سال پیش شایع شد که گراندوشس آلاسکا نیکولایونا دختر نیکولای دوم با سایر اعضای خانواده سلطنتی به قتل نرسیده، بلکه به طور معجزاتایی از اون محلکه جون سالم به در برده. بعدم گفت تو دوستان در حدود 1 سال پیش اومدین پیش من ادعا کردین که میدونین شاهزاده خانم یه جایی در برلین زندگی میکنه. پس گفتین شاهزاده خانم همون موقع که میخواستیم از این قرمز استفاده بکنیم. نه اونی بود که مرتب اون قرمز رو بعدش پیدا کردم. خب بعد گفتین برای پیدا کردنش بازم پول لازم داریم. ما بازم به شما پول داریم. بعد اومدین گفتیم پیداش کردیم ولی بدجوری مریضه بازم پول گرفتیم. مریضه؟ منظورت گارینات خیلی بیشور. هر گفته بودیم بدجوری مریضه. مگه چقدر دیگه میتونستیم ازشون پول باید چقدر پول داره؟ از تغییر کرده. درست 8 روز ما مطلق دادن. 8 روز؟ برای اینکه دست گراندوشس آلاسکا رو بذارین تو دستشون. و اینا به جرم کلاهبرداری به جرم کلاهبرداری. من انتظار داشتم زودتر از اینا اعدام میکنم. فقط همین نمیتونی. من نمیخوام که تو را آزار بده. تو دوست آزار ببینی. هم از آزار دادن اون لذت میبری. اشتباه میکنم. من پیش از اینکه راه حل پیشنهاد بکنم میخواستم دقیقاً ببینم اوضاع از چه قراره. چی گفتم؟ جنرال میدونستم خبری داری. اون کجا؟ چی کجا؟ من که استفاده دو وقتی ماراتون 5 کیلو فرا درسته. ما بالاخره پیداش کردیم. نه البته خودش میگه اونجا نبوده. نمیگه که اونجا پیش یکی از راهبا اعتراف کرده و گفته دختر چی میگه؟ هیچی. من فکر میکنم داره دروغ میگه، ولی نکته مهمش اینجاست که ازش درست استفاده بکنیم منظور ما چجوری؟ اون مشخصات جالبی داره. مثلا میبینیش ضمناً آدم عجیبی هم هست. این البته ممکنه به علت بیماریش باشه. موضوع خیلی عجیب تره. اونا انتظار دارن یه شخصیت استثنایی ببینن. استفان بیارش اینجا.
خسته باش، این آقای از دوستانم. بیا بشین. با یه گیلس خودکا چطوری؟ آرومت میکنه. بهت که گفتم لزومی نداره به ترسه، اینا فقط میخوان تو رو معاینه. اینا دکترم از دستشون کاری برمیاد. دکتر؟ نه اینا دکتر نیستن. نه کارشون مقرده رو نگه میداشتیم. دختر سزارمتی غذا داره مشروب بخوره. نیستی غذا من البته بفرم. من کجا؟ بهت که گفتم میونه دوستات. عجیبه آره هر دوشون مهندسن. آقایون توجه داشته باشن که اون چه دوران سختی رو تصور کجا نیست باید دید چه جوری دامده بلند شو باشم. چی گفتی؟ گفتم بلند شو باشم. لطفا تا اونجا بریم ما را رفتنتون رو ببینیم. مقرنته بهتر بود میتونست که مشورهی بکنیم. راه رفتن خیلی مهمه. گراندوشی را که همون میگه افترشون میشد. You could recognize them by their carriage alone. نمیخوام راه برم. چی داره میگه؟ ببینم میتونی از روی راه رفتن اون حسابداری رو که نزدیک تو رو تو جریان جهر امضا نابود بکنه بشناسی. میتونی دختری رو که میشناسی امروز از روی لبخند هر روزتون بیشوری یه جوری رو معاینه کنیم که انگار آناستازی واقعی آناستازی وجود نداره. 10 سال پیشون هم همراه خانواده‌اش اعدام شد. ما دنبال اون نمی‌گردیم آقایون، دنبال کسی می‌گردیم که با اون شباهت منطقی داشته باشه. بله به شرطی که واقعا منطقی باشه. خواهش میکنم جنبه‌های مثبتی که در نظر من فقط نگران کمیشم، بیشتر اونا اصلی شده. جوری به عنوان پادوی دربار برای بالکن دیدمش توی کلیسا زیر نور ضعیف شم. بله تو هم دیدی، خیلی دیدمش، منتها یا از دور یا عکسش رو مستقیما بعضیشون وجود داره. اونا با چشم مستقیم می‌دیدن، بازم همون جور می‌بینن. بله خب بعضی از افراد نزدیک خانواده که اینجا بود منم کاری نمی‌کردم. اونا مردن. حالا اگه شما با حافظه عمو و خاله و عمه ایمان دارید من ندارم. خب به هیچ چیز اونا میرن توی اتاقای دربسته عکس خانوادگی رو در میارن نگاه میکنن بعدا میگن آره این زن کارش آره این زن فقط یه خود دستکاری میخواد. یه خود پود، آرایش مو، به طور کلی آرایش به سبک اون دوره. با راه رفتن موضوع به خاطر سپردن یه مقدار اسم و چند تا تاریخ. اگه تو تابوت به کمیته تحویلش بدیم کارمون خیلی آسان‌تر میشه. آره نه سوالی نه جوابی نه اشتباهی و نه پولی. فهمیدم حالا فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ همه چی رو. من آوردی اینجا بکشی. دیوانه شدی؟ منم گفت مزخرف نگو بشین. نه گفتم بشین. خیلی خوبه فقط یه خود تمرین میخواد. لابد برای سر جدید تو رو تو زیر زمین که جوری اعدام کرد. حماقت نکن من هیچی بهشن گفتم. این زن بدون تردید سواد داره. ماجرای زیر زمین هم به تفصیل توی روزنامه و مجلات چاپ شده. آناستازیا نمرده. ها؟ چرا فکر میکنی نمرده؟ He just said so from a book. از دور افسانه‌ای که شنیدم، از اون شایعاتی که سر زبونا بود. یا به طور خود اشتباه میکنیم. این زن خیلی چیزه، خیلی دیوونه است، خیلی درنگه، خیلی اوناش مهم نیست، مهم شباهته. بلند شد برو اونجا. این چیه؟ نقاشیه، برو جلوتر. برگرد. قدش درسته. آره که آدم ممکنه واقعا مال خودش باشه. تصویر چیه؟ این زن چیه؟ این یه فرانسسه، یعنی گراندوشت که در سال 1918 مرد. فرانسس؟ بگوین بریم اونا بیار. نمیخواد. نمیخواد بگوین گراندوشت سال تو خوبه. من اینجوری صدا نکنم. باید اینجوری صدات کنم. باید از تمام چیزایی که میشنوی استفاده بکنیم. تو خودت رایده گفتی گراندوشت آناستازی واقعی هستی. حتی فکرشم دلمو به هم تو یه مدت تو تیمارستان سنکورو بودی. قبل از اونم یه مدت در برلن بودی. خودت هم میدونی چون من اونجا بودم. من نمیتونم با این دوغای مسخره زندگی کنم. نه خواهش میکنم نکن ناشون دیگاه کن چه؟
یالا نگاه کن. اگه میخوای نگاه کنی میکنی. بیا اینجا ببینم. بشه نکنه مخوام باید گفته بودم که مشخصات جاره میده. شب دستش جای زخم بریده برای سرش نگاه کن. برای شقیقه شب جای زخمه تقریبا تا نزدیک بکنید. آره حق با توی زخم رو چطوری برداشتی؟ هدیه یک از سرای نشون کجا؟ یادم زخمای به این بزرگی اون وقت میگه یادت نیست؟ تو چی هستی؟ والدینت چی؟ نه از کجا آمدی؟ خودتون نیستی پیش از اون بیمارستان قبل از اون چی؟ از یک بیمارستان دیگه وقت دیگه تو چی هستی؟ شما به من کاری کسی باید باشی چرا؟ هیچی و هیچی که نشنی باشی باور نکنی این چیزیه که ما میخواییم. خیلی خواه آقایون بیاید اینجا موضوع بررسی کنید. اول شباهاتی که ما میتونیم با دستگاهی شبیه ترش بودیم. دوم زن گوشیه و چیزایی که ما بهش میگیم یاد میگیره. چیزایی هم که ظاهرا فلاشگری میتونیم به حساب زخم سرش بذاریم. سوم مطلقا هیچ نوع هویتی نداره. به عبارت دیگه بی‌ناسانی نمیشه ثابت کرد که یک کس دیگه. چهارم فقط 8 روز وقت درسته. اونایی که با انتخاب این زن موافقن 2 به 1 انتخاب هستن. 2 به 1 انتخاب. متوجه نیستی که اینجا پای 10 میلیون پاند در میونه؟ 10 میلیون Yes, Mike. آره عزیزم یه 10 میلیون پاند هزار تو بانک انگلستان خوابونده و تو داری اون همه پول به خاطر این زن دیوونه به خطر میگی. اگه مزاحم من نشده بودیم الان تو آسایشگاه بودم راحت زندگیمو میکردم اونجا لااقل یه جای گرم و نرمی داشتم. تو دیوونه من نمیخوام این کارو بکنم. نه عزیزم اونم سرت بالا میگیره ولی نه خیلی زیاد. گردش تا در این غرور مناعت باید متواضع باشه. اونا رو باید کشت نباید فروخت. بفرمایید نگفتم دیوونه اون آنه خیال میکنه واقعا نه خیال نمی کنم هستم نیستی ولی آنستازیام نیست. اون مهم نیست. خواهش میکنم هیچ کسی رو باور نمی کنه خونه مادر مهم نیست چی فکر میکنم ولی تو رو قبول میکنم. به خاطر 10 میلیون پاند رو قبول میکنم. اونا به خیر پول منو میپذیرن دوستم دارن واقعا اینجوری همه اینجور نیستن. نه من باید برم. کجا؟ برمیگردی روز خونه یا چی برسن؟ ما واقعا هویت نداری پلیس خیلی زود بازداشت میکنه. تنها راه نجاتت همکاریه با ما. اصولا اگه از این خیالا نداشتی برای چی اون داستان رو تو بیمارستان تعریف کردی؟ برای اون راهبه خیلی خوب برای اینکه اون دختر مهربونی بود شما غذاهای خوبی برام میآورد پرتقال انگور. ما چیزایی بهتری بدیدیم. تو بیمارستانهای دیگه چیزای دیگه تعریف میکردم اونا باور میکردن مخصوصا داستانی رو که درباره انفجار قطار تعریف میکردم. به اونجایی که این کار گذاشته بودن خیلی نزدیک بودیم. وقتی قطار منفجر شد آهن ها مثل بارون میریخت رومون انگار آتیش بازی را افتاده بود. آقایی که کنار من بود کشته شد و یه آقای دیگم که کنار اون بود کشته شد. من فقط زخمی شدم. پس اونجا این زخما رو برداشتی؟ آره اینطور به نظر میاد. ولی تو که هیچی یادت نمی اومد. همیشه اینطور نیستم یعنی یادم میره مثل امواج میمونه. ولی ببین دارم بشون شدن همون چیزیه که هم تو میخوای هم ما میخوایم هم اونا میخوان. اینو قبلرم گفتیم همه رو گفتیم. 100 دفعه گفتیم یادت باشه تو فلان کس نیستی. شما رو میشناسم شما رو نمیشناسم ولی اینا رو 100 دفعه شنیدم. کجا بودی؟ گفتم که برلن؟ چی؟ گفتم که یادم نمیاد. خیلی که میدم تا وقتی که یادم خوبه ولی وقتی حافظم از کار میافته مایوس عصبانی و ناراحت برای همینه که نمیخوام کاری بکنم که بازم شکست بشم. اینجاست که اشتباه میکنی. این دفعه شکستی در کار نیست چون با منی. ببین چی میگم. تو میخوای بدونی چی هستی درسته؟ میخوای خانواده‌ای رو که بهش تعلق داری پیدا کنی درسته؟ سر خود موفق نمیشی ولی با کمک من بالاخره خودتو میشناسی. خواهش کنم من خیلی خودت هم میدونی که حق با من از این فرصت استفاده کنی. این تنها فرصت دیگه پیش اومده. من اینقدر هستم که جواب تو هیچ نمیتونم کاری لازم نیست بکنی. همه کارا رو من میکنم. اینا شش نگاه کن. این توی یک کشتی پدرت استاندارد چی میدونی؟ روی قایق نجاتش نوشته. آره اینجا میونه خانوادتی. پدرت هزار، مادرت، خواهرت، برادر کوچکت. خانواده من با اینجا نگاه سال 1913 سالروز خاندان رومانوف سالروز 300 سال. این نقشش روی بالکن قصر زمستانی. این دختر کوچولو رو که می‌بینی توی
احتمالا داری فکر میکنی خدا رفته تزارای برای مردم خودت. آره میتونی فکرشو بکنی؟ آره میتونم. کارمنداتو معرفی میکنم. باریس جانو آله سن پیترزبورگ بانکدار. ماتوان پوتوین دانشجوی سابق علوم راهی. سرگئی پالسنبولین ژنرال لشکر فرمانده گارد سابق و آجودان سابق تزار نیکولای دوم تزار سراسر روسیه. خب پس من والا حضرت گراندوسه از یعنی کلهی ما Now, once more. Awaken in the middle of the night. Women began firing. One fainted. Right. His rifle. Later. بعدن دو برادر که اونم جز نگهبانا بودن برای بردن جنازه ها اومدن توی زیرزمین. دیدن یکی از جسدها تکون میخوره. پیچیدنش که این مقدار کهنه و گذاشتنش توی گاری. روشم کاه دیستن که معلوم نشه. به اون صورت این رو خارج شدن. این از نگهبانا جواداتی که برداشته بودن دختیره میره دامن. از اونجا کجا رفتن؟ نمیدونم. مالتا. مالتا. از اونجا به موازق مرز رومانی رفتن کجا؟ بوخارست. اونجا چی؟ اونجا از بیماری قلبی فوت کرد در حالی که همین موقع از دور آهنگ یکی از والس‌های قدیمی روسی شنیدیم. اینجاش خیلی خوبه. این تصاویر مقدس تا اینا رو قبلا باید دیده باشی. یادت کجا بود؟ تو اتاق خواب مادرم خیلی مومن بود، همه جا عکسای مذهبی می‌ذاشت. درسته. کتاب و آلبوما اینجوری همه جا ریخته بود روی تاقه ها و روی میزا. بین اتاق خواب پدر مادرم یه اتاق نشینم بود و منظورم اتاق کوچیک مطالعه از بیمارستان داشتیم. میبخشید اگه بازم قهوه بخوره خوابش برای نمیبره. خوابیدن وقت نداره. همینجوری هم زیاد نمیخوابم. به هر حال متشکرم. خیلی خوب. کجا بودیم؟ آره مادره. ببین من میدونم چی داره میگه. همه چه وقت کارا رو یکی انجام میدیم. یکی انجام میدیم. خیلی خوب من ادامه میدم. فکر میکنم خیلی خطر. نه الان قهوه خوردم. از این گذشته گفتین خستگی به حافظی آدم کمک میکنه. شاید یکی از این خاطرات بتونه یه نفر رو متقاعد بکنه، حتی اگه اون یه نفر خودم باشم. زمستون کجا زندگی میکردید؟ قصر زمستانی در سن پیترزبورگ. درسته. بهارها یادم میاد. ساسکتیلو تابستونا پیترهوف لیباریا یه جایی نزدیک دریا. فصل شکار چی؟ در کجا؟ نزدیک لهستان. حتما تزادش معمولا کجا بود؟ فایده نداره جنرال. گفتی مسکو؟ گفتم سلی. گوشم کمیته حتی یک روزه به ما مختلف نمیده. فکر میکنی آمانت؟ Well, she thinks she is. فکر میکنه واقعا آناستازیا یکی از کارگردانهای بزرگی که وقتی دیدی هنرپیشه خیال میکنه واقعا اون کسی که نقشه بازی میکنه خارجش برای این کار بگو. عملا میگه برای هر کاری دیر شده. روزهای بیخیالی تموم شد، نمایش تموم شد، ما هم تموم شدیم. نمایش شاید صورت پانتومیم در اومده. ستاره نمایشمون اونقدر خسته است، اونقدر ضعیفه که نمیتونه زیاد حرف بزنه. در نتیجه با یک جای حساب شده کمیته رو بهتر میشه متقاعد کرد. یعنی گراندش خسته‌تر و ضعیف‌تر از اونیان که بتونن بیشتر از 6 نفر رو به حضور بطلبن. چرا 6 نفر؟ 3 تا از بیشوراشون که عادتاً به عنوان آناستازیا میپذیرند. 3 تا از مهماشون که به تأییدشون آناستازیا بودنش قطعی بشه. شاهزاده خانم اجازه میدید چند تا از اعضای جامعه معرفی بکنم؟ همونطور که قبلا عرض کردم این جماعت مشتاقم برای چند دقیقه خدمت برسن. عالی جناب کارل ایلیاس دیرویچ پیشنیکوف و برادرشون کارل اندریویچ پیشنیکوف. عالی جناب مأمور وصول دربار کشکین. بالا حضرت عالی قدر. عالی جناب پانکی.
پیر شدن از ادب بدوره. میبخشین گفتنش مشکل. مدام احتیاط کن. بیایید جلوتر. نه شما خواهش میکنم. مثل که شما رو میشناسم. شما ندیمه مادر من نبودید؟ متاسفانه اینو خیلی ها میدونم. سعی میکنم چیزایی بیشتری یادم بیاد. وقتی بچه بودم همیشه توی صورت ندیمه های مادرم دقیق میشدم ببینم ماسکیت زدن یا نه. مادرم اجازه نمیداد اطرافیانش توالت بکنم. من در واقع توی صورتشون دقیق میشدم که اگه توالت کرده باشم به مادرم بگم. مادرم شما رو چی دیدم؟ شما؟ خانم بزرگوارانه موضوعیه بورس منو نمیپسندی؟ نه متاسفم. جنرال میگه باید بخوری غذا نمیخوره. خیلی خوب برو. تمام این خونه با تمام ساکنینش فقط نگران آسایشتون. میخوان تو راحت باشی تا زودتر خوب بشی. من بستم کاسن یا نداشتن تو مهم نیست، باید بخوری. ضمناً بهت گفته بودم که نباید حتی یک کلمه اضافی به اعضای کمیته بگی. I told you about Nini, didn't I? ممکنه نمیدونم. آره من گفتم یا پتروین گفتی یا توی صحبت شنیدی، ولی تمام چیز چون به این فکر افتادی که من واقعا چی ممکنه باشم عصبانی شدی یا نمیخوای هیچ کاری غیر از دستوراتت انجام بدم. من میدونم تو چی نیستی. ضمناً اینو میدونم اگه فقط کاری که من بهت میگم نکنی یه دختر سیگار فروش دیگه به کارخونه بازکام اضافه میشه. برای رسیدن به اونجایی که دربارش توافق کردیم هنوز خیلی چیزاست که باید یاد بگیری. میفهمی؟ بله میفهمم عالی جانم. حالا شامتو بخور بگیر بخواب. فردا بازم خیلی کارا داریم. و حالا آداب درباری. خیلی خوب. یک دو سه چهار سه شاهزاده خانم. فرانس از خاندان سلطنتی. عالی جناب. فرانسی که از خاندان سلطنتی نیست فقط لقب داره. فرانس میگم یا عالی جناب. وزرای کابینه اعضای دیگه حتی یه ملکه نمیتونه همه اینا رو بگه. کتابتو بردار. اینا به چه درد من میخورن؟ کتابتو بردار. بدار روی سرت تا برو اونجا. مثل اینکه متوجه نیستی. رفتار وقار و شخصیت دختر واقعی تضاد. این چیزا رو نمیشه یاد داد. آدم اگه در بچگی این چیزا رو یاد نگرفته باشه بعدا دیگه خیلی دیر شده. عالی جناب. من با خودیات میتونستم پیانو بزنم. نه برای مادرت بخواستیات من همیشه از این خوشم نمیاد. اصلا دیگه نرمش لازمون ندارم. خیلی خوب میتونیم از این موضوع به عنوان توضیح استفاده بکنیم، ولی ببین چی میگم. این موضوع خیلی مهمه. میخواستیم یاد بگیری که ارزش خودش رو به مادرت ثابت کنه. البته زحماتش عبث نبود. بالاخره یاد گرفتم. آره ولی ازش بدت نیست. حالا ازش خوشم میاد. آهنگ قشنگی. نمیشه کمی استراحت چرا حدث شد الان استراحت میکنی بلا با شماره یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک خواهش میکنم آسه جان یک دو یک دو دو یک هم درد گرفته دیگه نمیتونم. پس خورده راحت نداریم باز کدار بیا هست برم از یکی خوشت بیاد. این واسه که خیلی دوست داریم. پوز نکن خیلی موزون و متین. دیروز گفتی این آهنگ تو رو یاد یه چیز میده.
چی بود؟ میخوایی بود یا میلیشتی باستدی؟ نمیدونم یه روزی میخوایی چیکار داری میکنی؟ دیگه نمیتونم دیگه اصلا نمیدونم این چیزا واقعا یادم میاد یا بهم گفته شده کدومش واقعیه من هستم چرا تمارا نیستم چرا لیزا نیستم چرا تاتیانا نیستم چرا تاتیانا نیستم دیگه نمیتونم دیگه میخوام خودم باشم میخوام هر چی که هستم خودم باشم خیلی کار کردی باید خسته شدی ولی کارمون تقریبا داره تموم میشه تو نیستی که من چی هستم شب بخیر حتما باید برو بخواب من دارم میرم فقط برو بخواب من میخواستم اطاعت بکنم ولی خب توی خونه ما فرمان کنیم بله من چیه؟ نمیدونم عالی جناب و بانو دوگانسه و دخترشون فرانسس دوگانسه. بانوی عزیز شاهزاده خانم به زودی تشریف میارم اجازه بدین دوباره به خاطر تمام کارهایی که داریم میکنیم از اون تشکر لازم نیست من با کمال میل ازم در بیاد برای تامین حقوق شاهزاده خانم میکنم عالی جناب جنرال کامالین. نمیتونم بگم حضور شما در اینجا واقعا چه حد مهمه کرده عزیزم من به پدرش قول داده بودم همیشه مواظبشم ولی این فرصت استثنایی قول میدم حالا دیگه وقت کافی برای وفا به قولتون داریم میترسم عمل به این قولی که شما دارین میدین خود مشکل باشه اجازه میدید بله خواهش میکنم من مجبورم احتیاط کنم از این طرف آلبرت یه صندلی برای آلی جناب مواظب آلی جناب باش میدونی که برقی دارم باران و بارانت رویالتی. خودش روباه خیال نمیکردم بیاد این حالا که اومده ای کاش نمی اومد. با این بشقابه پر مردم فکر میکنن گرفتن. نه گرفتم نیست بیم عالی جناب کن مازما بله خاویار عالیه یعنی بله اگه خاویار اونم باید واقعی لطفا همینجا بفرمایید عالی جناب بفرمایید همینجا بشینین عالی جناب همینجا بشینین ترتیب میدیم که اونا بیان اینجا بله میفهم خوشبختانه بیشتر بله ما چند تا اسم معتبر میخوام ما زیر استشهاد یه مقدار از همه معتبر میخوایم که برای بانک انگلستان متقاعد کننده باشه بله توجه بفرمایید گرام میشد اناستازیا. از این طرف شخصیت کنم خواهش میکنم راهنماییشون کنیم جنرال عزیز خیلی خوش اومدیم مثل که موقعش رسیده عجله کن خانم ها آقایان دوستان عزیز خیلی دلم میخواد چند کلمه یادروی میکنم ولی این حسابم برام خیلی مشکله جنرال بینیم شما جور منو بکشید همونطور که میدونید هیچ به معجزه یا روز قیامت اعتقاد نداشتم ولی حقیقتا نمیشه بدون کمک تثبیت کرد کمک حقوقی شهادت و امضای استشهاد این تنها امید ما
اون دست از شما که واقعا ایمان دارید بعد از پایان این ضیافت قدم جلو بذارید و داوطلبانه زیر استشهاد امضا کنید. گرچه من یقین دارم بعضی از شما فقط برای ایجاد مانع به اینجا آمدید. دلیلش چه سیاسی چه شخصی بعداً معلوم میشه. بین شما افراد دیگه هستن که در نتیجه انقلاب دچار تردید و بدبینی شدن. بعضی هم هستن که برای هر کسی و هر چیزی حاضرن شهادت بدن. این کارم کردم. ما کسی رو تحت فشار قرار نمیدیم. فقط کسی رو به میون شما آوردیم که 10 سال با مشقات بدتر از مرگ دست گریبان بوده. وظیفه به ما حکم میکنه که جای این شخصیت وظیفه رو در دنیای زنده آبش برگردونیم. اگه احساساتی هستید فکر میکنید به اندازه کافی زرد کشیدید. اگه نودوزید فکر میکنید عدالت باید اجرا بشه. اگر روس هستید، اگر خودتون رعایای وفادار اعتذار متوفا میدونید، با من هم صدا میشید و میگید تنها امید ما دختر اوست. شاهزاده خانم عالیقدر آناستازیا نیکولایوونا، کانتس برانووا. شاهزاده خانم، یعنی مادام دلاسیانسکی وقتی به من گفت باید بگم دچار تردید شدم. شما به من حق میدید. این واقعا معجزه. راستی؟ بله شاهزاده خانم، ما فقط یک نشده. همه یادم نزدیک زمین تنیسم میوادیه. بله. ضمن یادم عموی من الکس عنوانتون رو براتون خرید چون عاشق رقص بود. ولی شما تحقیرش کردید. مادر و پدرم از شما خوششون نمیومد. منم همینطور. لطفاً از اینجا برید. یه دقیقه صبر کنید. شما هنوز رسما آناستازیا نشد. خواهش میکنم از اینجا برید. چون دیوانی جواب نده. برای آخرین مرتبه بهت اخطار میکنم. عالی جناب مسلما نمیخوایم پیش از دیدن شاهزاده خانم بشید. من دیدم. بله، ولی اگه ایشون دوباره شما رو نبینن خیلی ناراحت میشن. از کجا میدونیم؟ یعنی از کجا؟ واسه اینکه اگر راستش رو بخواین علی جناب ما نمیدونیم، ولی حق داریم باید. بله قربان. منم همینطور. ایوان وقتی عزیز اگه یادتون باشه به من قول دادین که حکمته عزیزم خیلی خوب، ولی اونجا زیاد مطلب نکن، پام خیلی درد میکنه. عالی جناب، یقین دارم براتون پیغام کنم. از دیدنتون خیلی خوشحالم ایوان واسیلیوویچ. اسم منم به شما گفتن خیلی لطف دارم. نمیشونی؟ نه متشکرم، خیال موندن ندارم. وزیری درباره پدرم احترام زیادی برای خانواده‌اش قائل بود. پدر صفت زیادی بر من میدیدن، ولی در این مورد یادم نمیاد چیزی گفته باشم. وزیری درباره پدرم هم مرد مجردی بود که هیچ وقت قضاوت قبل است. منو ببخشید خانم، یکی از معایب این اخلاق به خصوص پادردیه که لازم بود قبلا دربارش قضاوت بشه. الانم مایلم هرچی زودتر پامو بذارم طوفان آبگرد. البته به خاطرات زیادی میشه اشاره کرد به چیزایی که در خیلی جاها نوشته یا گفته شده. روابط من و تزار خصوصی نبود، همه در جریانش بودن. به قضاوت من فقط میتونه جنبه عقیدی شخصی داشته باشه، یعنی فقط میتونه بر اساس شباهت و نحوه رفتار به وجود بیاد. ولی جناب 10 سال مدت زیادیه. نه من کاملا متوجه شباهتشون شدم. در مورد نحوه رفتارتون در تمام مدت مواظب بودم و باید بگم خیلی لذت بردم. شما منو برگردوندین به صندلی مخصوص خودم در تماشاخانه سن پیترزبورگ، جایی که شب‌های سه‌شنبه هر هفته میرفتم. اونجا از هنرپیشه‌های انتظار نداشتم واقعیات نشون بدن. به نظر من تصویر واقعیاتی که روی صحنه اهمیت داره. منظورم مطلقاً کنایه نیست. باید بگم شما هنرپیشه فوق‌العاده خوبی هستید خانم. فوق‌العاده خوب تعریف میدین. بهتون تبریک میگم. اینو نمیپذیرم. خانم پام خیلی درد میکنه. من سالهاست که درد میکشم تحت محرومیت از زندگی. شما باور نمیکنید چون نمیخواین باور کنید. این حرفا متقاعد کننده نیستن چون ملاحظه میکنن که همه چی رو میدونن. درست متوجه نشدید خانم. من گفتم نحوه رفتار گرانگشت هم میتونست متقاعد کننده باشه، ولی من اون رفتاری نمیبینم. حتی یک حرکت کوچکشو، حرکتی که میتونه از هزارها خاطره متقاعد کننده تر باشه. روز بخیر خانم. تو به چه جرأتی در حضور من سیگار میکشی؟ شما کی هستی؟ 15 16 17 18 از 51 نفر احتمالی. ولی تو تقریبا مطمئن بودی که بیشتر از 20 تا. مگه نشنیدی رو با تیر بکن نقشش هنرمندانه اجرا ما این کارو به خاطر هنر نمی‌کنیم، به خاطر پول می‌کنیم. ببین این وقت صحبت که نمی‌تونه ادامه داشته باشه. اون یه چیزایی هست، یه چیزایی نیست. کاملا درسته. من تصمیممو گرفتم. که چیکار کنیم؟ فقط یک راه داریم. یک راه میریم اون بالا. منظورت امکنه؟ آره امپراتریس بزرگ. آره درسته، امپراتریس بزرگ الان تو قصد خودش در کوپنهاگ نشسته، از شدت اشتیاق داره ناخنش می‌گرده و برای دیدن خود روایی خانم سرادرناد ما دوید شماری. این تنها امید ما، تنها فرد خانواده است که هیچ کس در تشخیصش تردید نمی‌کنه. در تشخیصش تردید نمی‌کنه. والا حضرت شاهزاده خانم مایلن شما رو ببینم. خب چی؟
اینطور گفتم. بهش بوسار کنه. زیاد طولش ندیم چون دارن چمدونشون میبندن. چمدونشون میبنده؟ شاهزاده خانم کجا دارن میرن؟ نمیدونم، دیگه برام اهمیتی نداره. مگه امروز بهت بد گذشته؟ واقعا شرم‌آوره. از اینکه اجازه دادم منو به نمایش بذارین از خودم خجالت میکشم که حیوانای سیخ اونجا وایسادم که مردم بیان تماشام کنن ببینن واقعی هستم یا نیستم. من واقعیم ولی لازم نیست من اونا ثابت بکنم. اونا چیم؟ تو کی هستی؟ فکر میکنم بدونم. امروز؟ فردا چی؟ فردا و پس فردام فکر میکنی بدونی؟ چرا نمیگه اینو باور کنم؟ اگه خودم مطمئن بودم برای باور کردنش به تو کمکم میکردم. هیچی نمیشه مطمئن بشه مخصوصا تو. من خیلی خوب میدونم. اشتباه میکنی. مردم دچار تردید شدن. فقط یک نفر مونده. اگه اون تایید بکنه همه چی تمام میشه. اونم امپراتریس ماریا چادونا. مادر بزرگ. مادر بزرگ. مادر بزرگ. هیچ وقت منو نمیپذیرم. از کجا میدونی؟ میدونم که میدونم. همش حرفه. اسم منو بذار نقشه کش توطئه چینی هرچی که دلت میخواد ولی تو دلت میدونی تنها کسی که میتونه تو رو ببره پیش اون پیرزن منم. به خاطر خودت میبرمت اونجا. به خاطر من؟ آره. تو هیچ وقت هیچ کاری به خاطر کسی غیر از خودت نمیکنی. با مردم بازی میکنی، مردم رو دست میندازی. این کارم فقط به خاطر تفریحش میکنی. میخوای ثابت کنی از اونا فهمیده تری و اونا پوچیک و ناچیزن. همینطورم به خاطر پول. آره بزن. دیگه دردم نمیگیره. بعد از تموم شدن کارها اگه خواستی بری مجبورت نمیکنم. فرض کنیم حق با توه. یعنی واقعا هم حق با توه. به همین دلیلم که شده باید همراه من بیا بریم کمک پیش امپراتریس. به کسی که روی انگیزه‌های شریف فعالیت میکنه هیچ وقت اعتماد نکن چون هدفش معین نیست. دست آخرم سرت بی‌کلاه میمونه. انگیزه‌هامون فرق میکنه. قبول دارم. ولی هدفمون یکیه. این تنها چیزیه که به حساب میاد. میریم کوپنهاگ. من دیگه خوابیدم. آره. دیدی پدرت سرپرست سیرک. نه این دفعه عروسک ساز بود. مادرم برای درست کردن صورت عروسک ها بهش کمک میکرد. برای عروسکی مثل من پدر مادرم مناسبیم. خودت میدونی نه از اولش هم میدونی. امپراتریس همیشه لباس سیاه می‌پوشه. آره. 10 ساله که دارم میخواد ببینم. دیدن امپراتریس قبل از اون پیش آمدم کارآسانی نبود. دیگه چی یادت میاد؟ تنقل یعنی برادرزاده امپراتریس نقیزایی من و نامزدم وقتی که من چند ساله بودم؟ 16. خیلی جذاب. اون یادت نیست؟ نه. باید یادت میاد. اگه رازشو بهت بگم حتما یادت میاد. بازم فکر کن. چیزی برای اعلام کردن ندارین؟ نه. مادام متشکرم. مادام اندرسون. مادام اندرسون. بله بله. بونین همه چی درسته؟ بله همینطوره. به دانمارک خوش آمدید. امیدوارم اینجا بهتون خوش بگذره. متشکرم. من رفت میکنم یادم رفته بود. آخه من اسمای زیادی داشتم. پیدا کردن این اسم برات مهم بود. بالاخره یک اسم لازم داشتی. یه وقت یک کسی رو میشناختم که این زن بود. به هر حال اسم مستعار خوبیه. خانم ای اندرسون. خوشبختانه واقعیت حقوقی من احتیاج به تنبیه نداشت. اون یکی مادام اندرسون چی شد؟ چیز مهمی نشد. ازش خسته شدی. ویزای ما 14 روز است. برای خیلی ها همین مدت یه عمر به حساب میاد. اگه دست کافی نباشه چی؟ باید باشه. بیزانسه
ما توی سوار نظام وقتی پیاده نظام رو میدیدیم این کارو میکردیم. ببینم این رژه به چه مناسبته؟ مناسبت به خصوصی نداره. این افراد هر روز در کوپنهاگ رژه میرن. متشکرم. تمرین نمیخواد؟ تمرین لازم نیست. امپراتریس ما در بزرگم خوب میشن. خوبه، خیلی خوبه. ببخشید الان ممکنه لطفاً خانم اندرسون رو به اتاقشون راهنمایی کنید؟ بله. ببخشید باد کجا؟ اون طرف ها. خوب نیست. امپراتریس مطلقاً حاضر ایستر ببینید چه برسه به اون چی؟ خیال میکنم بهتره دور بانوی پیر قلم بگیری. همیشه همینطور. فقط یه امکان میمونه. منم از لیبن باون یادته؟ اون دیمونه که ندیمه امپراتریسه. تقریبا اون تو را خود به خاطر بده. بذار ببینم. تو فردا ساعت 4 باید قرار ملاقات داری. قرار ملاقات؟ آره سر ساعت 4. ما اینجا غیر از بچه ها به کی ممکنه بر بخوریم؟ منم برای همین ترین کار کردم. مثل همیشه خوب و فوق‌العاده. و اینجا واقعا شهر کوچیکیه. این دسترش با همه گرفتاری‌های که تاکسیس دارم به من گفتن برو این مرد رو ببین. این مرد اگه آبجوهای خوب برامون بیاد من همیشه آبجوهای محلی میخورم. این ملاقات بدون ما واقعا برنده از اجتماعی هیچ به خبر نمیشه. حالا دیگه داری به هم رسه میگی دارم همونطور که امپراتریس گفتن. امپراتریس با خاطرات زندگی میکنه. یا جنرال منظورم آناستازیاش را بهتر بگم شاهزاده خانم. این دیگه خیلی دلم میخواد. حتما میبینی. اول باید با تشریفات لازم به کوپنهاگ برسیم. هنوزم همون نگاهو داریم. ولی به هر حال من هیچ کمکی نمیدونم بهش بکنم. چرا؟ امپراتریس نه تو رو به خطور میپذیره نه اون زنو. تو جلوش نادیده پاسی یخه. متشکرم. از طریق پلم نمیتونی ببینی. رفتار پل عوض نشده. اونم همیشه طوری رفتار میکنه که انگار هنوز روسیه. تمام زندگی و وجود من در همین یک کلمه خلاصه میشه. بدون شک اینجا با امپراتریس باید زندگی خوبی داشته باشیم. در کنار امپراتریس زندگی لیوان شیر ابدی نمیتونه خالی از زندگی درباره باشه. خالی هیچ وقت مهمانی نمیده. زندگی تو با ارواح خانواده از دست رفته می‌گذره. حتما برای گردش میان بیرون یا برای خرید یا تماشای موزه. در این مورد برنامه ندارن یعنی دستی دارن. ولی خب گاهگداری که دلشون خیلی شدید میگیره میرن تماشای باله. بذار ببینم این هفته باله چایکوفسکی در تماشاخانه سلطنت اجرا میشه. فکر میکنم پنجشنبه شب باشه. فرانس در باز مرد ساده ایه. تنها سرگرمیش به طوری که من فهمیدم دویدن دنبال زنان زیبا. دارم اگه لازم تصریف زندگی در راه تصریفم خبر می‌دم. بنشین سر جا. میدونی من چند وقت به این روزی ها نمیدونم. دست خوشه هیجان نشو. بنشین. bunu alan بسیار امپراتریس هم هست؟
برنامه رو ببین. بالکن نزدیک دهنه. مردی که میخواستی به خاطرش خوشگل بشه. آره. نام زدم؟ خانمی که کنارش نشسته بارون فون لیدنباون، ندیمه امپراتریس. امپراتریس کجا؟ اسم تقابل این اندازه فکر نمی‌کردم بشنم. حالم داره به هم میخواد. اونی که کنارشه بزنن تو این طرف گرفته امشب میتونه میدونم امشب چی میتونه باشه. برو. خواهش میکنم این سه لحظه. این چیه؟ شب بخیر فرانس. اون این هم یالان داشتن باقی تو هست میزدم. من بکرم کجایی برگشتی؟ کجا؟ از سفر شکاری که میگفتیم یک هفته روابط من و عمم مانع سفرهای طولانی. بله میفهم. خانم زیبایی که همراه تو. خانم اندرسون؟ خانم زیبا؟ بله خیلی خوشگله. اندرسون؟ جان مارسیه یا انگلیس؟ والا خیلی چیز دارم. دلتون میخواد باز با کمال میل؟ اجازه بدید معرفی کنم. من جناب فرانس فون هیلبرگ، شاهزاده خانم عالیقدر، گراندوشس آناستازیا نیکولایونا. باید حد میذارم. به اسم خانم اندرسون سفر میکنم. تعجب کردیم. منم مطمئن نبودم که شما رو به جا بیارم. ولی حالا مطمئنی؟ بله، منتها نمی‌پرسم شما مطمئن شدین یا نه. شما خیلی مهربان و گفتی هستن. بهتون تبریک میگم. حالا اگه اجازه بدید. هنوزم می‌ترسیم. کم که بودیم می‌ترسیم. نمی‌دونیم یک دست مشروب با ما بخوریم. در این موقعیت هر چیزی مطلوبه. حتی مشروب. خب پس با من نه حالا نوبت منه. با اجازه هر دوی شما. خواهش می‌کنم. شما از شما هم همین. خب پس یادتونه. من دختر بچه یادمه که همیشه یه گوشه بایده. منم پسر بچه یادمه که به زحمت میتونه تصمیم بگیر. مثلا امتحانم میکنی؟ میخوام حرف بزنیم که از تماشاتون لذت شد. شامپان؟ خواهش میکنم. بارونس فون لیدن خواهش میکنم. چه سعادت غیر منتظری؟ این راستی لیوان آب معدنی میگذارم. تو خیلی ناگناهی. خوب من که از انقلاب تون سالم به در بردم. از میره کم تون سالم به در میبرم. اجازه میگه اول کسی آب معدنی برای امپراتریس بدم. امپراتریس در این مورد شدیداً حساسیت دارم. امپراتریس؟ کی هستی؟ امپراتریس منو ببخشید. وقتی شنیدم اعدام شدی تو رو بخشیدم. من 2 مرتبه محکوم بودم. The whites of the red. کیا کار خوبی کردن ولی تو هنوز اینجایی. از امپراتریس تمنا میکنم رو ببخشم. برای چی؟ برای این مزاحمت یا برای استفاده از اسم رومانوفا برای مقاصد تبلیغاتی و تجارتی یا به این مناسبت که چند روز مرتب در خونه منو میزنی؟ امپراتریس یعنی تا اینجا 2 تا تاتیانا نشون من دادن، یه الکسی، یه ماریانا و البته یه آناستازیا. مشتری تو رو به حضور نمیپذیرم. همونقدر که از امید واهی خسته شدم، از دیدن این نوه‌های ساختگی هم خسته شدم. من تمام چیزایی که دوست داشتم از دست دادم. شوهرم، خانواده‌ام، موقعیتم. هیچ غیر از خاطرات برام نمونده. نمیخوام کسی مزاحم من بشه. ولی این یک خاطره ممکنه واقعی باشه. تنها چیز واقعی برای تو سرمایه گذاریه. فقط یک آدم بیشور به خاطر سرمایه گذاری مزاحم میشه. در مورد من هر نظری داشته باشید مسلما میدونید که بیشور نیستم. منم انقلاب دیده و دنیا دیده هستم. من نتیجه این دیدن‌ها رو توی صورتت میدونم. خودت هم میدونی که اون زن نویان نیست. اگه راستشو بخوایم نمیدونم چیه. ولی چیزایی داره که قابل توجیه نیستن. مگه اینکه واقعا همون کسی باشه که فکر میکنه.
معلوم میشه موضوع برای تو بیشتر از اونی که من فکر میکردم اهمیت داره. امپراتوری؟ اون عنوانی رو که میخواستی ولی نتونستی به دست بیاری فراموش نکردی. معلوم میشه هنوز خانواده منو نبخشیدی. امپراتوری، من فقط آمدم اینجا به شما بگم این زن هر کسی هست فقط یک تقاضا داره، دیدن شما. باید بگم از عمر منو میشه بتونن تمام زنای دیوونه رو ببینن، زنایی که جنون سلطنت دارن. اگه منو میخواد عکس منو نشونش بده. امپراتوری اگه برگرد برو پاریس کنی، داری وقت منو خودتو تلف میکنی. وقت خیلی ایستادی؟ به خود پر حرفی نکن، کارت منو بده. این هنوزم جذابه. داریم فوق‌العاده جذابه. لیبن باون حوثای تو زنندن. مرد برای زنی به سن و سالتای فقط جنبه مذکر و در دستور زبان. Yes, Your Majesty. همکاری بکنی که اون از تو بیشتر از اون که فکر میکرد خوشش بیاد. میبخشین عبه جان، چند دقیقه مجبور شدم با این کارو میبخشم. مجبوری این تلایی شده بودی، خیلی خوشگلی. شوهر داری؟ هنوز نمیدونم. خواهش میکنم به من کنی؟ بیرن باید من برای تماشای برنامه آمدم. جواهرات خواهش میکنم. برای جواهرات پتروین لطفا اینا رو بر پایین بذار توی گاف صندوق. چرا اینا که بدلم؟ اینو تو میدونی، مدیر هتل که نمیدونه. روابط عمومی. کار دیگه ای نداری؟ نه صبح میبینم خانم. شب بخیر. شب بخیر. کارت هم سوالی بود. متشکرم. حالا دیگه مرخصم. آره بهتره بری بخوابی. ترانسپول فردا شب میاد دنبالت. من متشکرم که ترتیب دعوت منو ترتیبشو دادی، من فقط قبول کردم. امپراتوری که میخواد منو ببینی، درسته؟ حتما تو رو میبینه. مطمئنم که امشب گفته نه، ولی تو میخوای از پول استفاده کنی. تو برای پیشرفت کارت بدون تردید از هر کس استفاده میکنی. تردید که میکنم. تا وقتی که ازش یاغ طرف مطمئن نباشم تردید میکنم. شب بخیر. Begin with a nice clear champagne soup, and then I think a fricassee of champagne. No vegetables. But a crisp champagne salad. Excellent. And for dessert? A small champagne souffle. 1921 is a very good year for souffle. I really don't like champagne. I only like what it does to me. You won't like it in the morning. I'll adore it in the morning. I'll have a fantastically enormous hangover, and your friend Boone will be furious. Do you know what he is? امیدوارم مثل شامپاین. یک دختر بچم بود. نه انصاف نه. ما چند دفعه با هم بیرون اومدیم. چهار دسته یا پنج دسته. در حال هر دفعه صدای مغز رو شنیدم که میگه این روز فکرها تو نمیاد. صداش هم گوش خراش شد. من این فقط میخوام به خوش بگذاریم. تو میدونی من
ولی فوق‌العاده زیبا. این کار مشکلی نیست؟ بله بدونستید حتی یه دونه؟ میبخشید معذرت میخوام که مزاحم میشم ولی والا حضرت هنوز دوره نقاهت رو میگذرونم. دکترهاشون دستور دادن که شاپا زود انتخاب کنم. ودکا گفتم که مثل ودکا بیچاره سیزلا کالشگر تبدیل به کدو میشه و سوچی تبدیل به یه موش گنده میبخشیم تفتی که از پام در نمیاد. شب بخیر قرار کرد. به دکترم بگیم به موقع رفتم بخوابم. شب بخیر. متشکرم. من متشکرم. خواب خوش. شب بخیر. شب بخیر. بسیار براش بازم تشکر کنی. شب بخیر. ممکنه یه دقیقه با کنم حرف بزنم؟ الان خیلی مهمه. خب من از مصاحبت شرکت میبرم. واقعا زن زیبایی. با این امکان که وارد 10 میلیون پوند کم میشه. ببین متاسفانه همه میدونن نواز ضعف من تو چیه؟ زیبایی و پول. شخصا البته اینا رو صفات شایسته نمیدونم، یعنی بهترین چیزان. ولی خب حالا پیشنهاد شما چیه؟ تو بعضی وقتا زیادی فشار میاری. اجازه اقامتش 4 روز دیگه تمام میشه. اگه تا اون موقع به حضور امپراتریس متاسفانه عمه من درست موقعی که حس میکنه میخوام به زور یه کاری یا چیزی بهش تحمیل بکنم هیچ کاری نمیکنه. شما یه کاری که میکنه بستگی داره. دوزه بازم داری فشار میاری. متاسفانه وقتم اتفاق کرده خیلی کم. شب جنرال من خیلی گشنمه. که تازه رستوران اومدی درسته؟ آره ولی رستوران مسخره‌ایه. غذا نداره. چطور فردا شب خودت منو ببری اونجا؟ آدم زیاد مشروب خوردی. آره ولی نه به اندازه لازم. اجازه میدی بازم مشروب سفارش کنم؟ نه اون فقط تو باید جای دیگه باشه. اینجا با خانه ما داره خوش میگذاره. دلتو میخوام قاطی ما بشی. ممکنه لطفا اینقدر سر صدا نکنی؟ ممکنه لطفا. جنرال میخوام یه اعتراف بکنم. به تو دروغ میگفتم. اینجا غیر از من هیچ کس نیست. چرا میخوابی؟ جنرال تو چرا اعتراف نمی؟ منظورم یه اعتراف کوچولوه. یه اعتراف ساده. یالله جنرال یه اعتراف کوچولو. یه اعتراف خیلی خیلی کوچولو. دو مرتبه سراغ شماره گرفتن. متشکرم
خیلی ساده گردشه خوش گذشت. بعد از مدتی گردش آمون میکنم میدونم دو مطره آمده هنوزم منتظرم. معذرت میخوام که سمارت کردم آلیا حضرت، ولی گل میخوای؟ خیلی مهمتر از اونه. موضوع زن. خیلی خوب بیا تو. خواب میلن چیه؟ یه روز میرم سر اصل موضوع هم بجه. معمولا همین کاره میکنی. امپراتریس برگشتن؟ بله خانم. مثل این که خیلی سر حالی میرن ما بین الان حوصله تو رو ندارم. من مجبور شدم اون همه راهو با تراموا برم. در با تراموا شنیدی چی گفتم؟ در دلدلانیت اوج کردی. من پاگرد ندارم، میگیرم دارم. شونه ها دکه تاری بگم باشه تعجبی نداریم. میرن ما بین کافیه. چند نفر پیش امپراتریسن؟ فقط پله. پل؟ میدونی پلا تو جاهای عمومی با اون زن دیدم خیلی های کدوم زن حقه باز. عجله نکن کنتس، شاید امپراتریس اونو بپذیره. یعنی پل به این کار وادارش میکنه؟ امپراتریس پیریده ساس تنهایی میکنه و این هرگه لیون دوون امپراتریس میدونی چی میخواد؟ میشه حد از این زخمی میخواد من اون زن رو ببینم. پول خیلی زود گله حقش رو خورده. من یقین دارم اون زن فقط تعلیمات بانینا توتی وارد میکنه و تحویل این و اون میده. ولی اگه فقط شبیهش باشه چی؟ اگه واقعا فکر بکنه که از تو زیاد منتها رویا نمیتونه واقعیت داشته باشه. این زن کلاهبرداره باید باشه. اینطور نیست؟ من نمیدونم امپراتریس. شما خیال میکنی من یک دندان درسته؟ هستم. خیلی یک دنده هستم. شایدم زیادی یک دندان. تو کدوم هتل اتاق گرفته؟ باور کنید کردم ولی صمیمانه متاسفم. صمیمانه امضا کن. چه خط مزخرفی. واقعا با امپراتریس مذاکره کرده؟ چه فرقی میکنه اگه مذاکره کرده باشه مسلما جواب رد بده. مذاکره هم نکرده باشه فرقی نمیکنه. الو. بله. با چی؟ متشکرم. بارونس فون لیبنبراون داره میاد بالا با یک خانم. کدوم خانم؟ فکر میکنم بهتر هر دوی شما برید این تو. خانم؟ فکر میکنی؟ آره فکر میکنم. چرا باشدی کنی؟ چی داری میاد بالا؟ فکر میکنم امپراتریسه. داری میاد اینجا؟ حالا؟ خیال نمیکنم بکنم. دیوانگی نخوام. نه نمیکنم ببینید منم نمیکنم. فقط نمیکنم داریم. این بس میدم صمیمانه سپاسگزارم امپراتریس. فقط امیدوارم احساستون نسبت به من در قضاوت میارش اینجا. امپراتریس منتظر Courage. زیادی به اون داریم مثل یک مجسمه نونی که از روی اون ساخته باشن. من بدانم باید به جا بیارم تو چی هستی؟ کجا به دنیا آمد؟ توی گواهینامه دلالت هم محل عوضی میداشتم. من در لابودم دختر تزار نیکولای دوم و الکساندر. من نوی ماریا سیادونا امپراتریس مادر.
من اینجا خیلی ها رو دیدم که ادعا کردن از خاندان رومانوف هست. اگه افراد جوخه اعدام تا این اندازه نشده بودن عجیبه که تونستن در انقلاب موفق بشن. من 2 بار برای پیدا کردن شما اقدام کردم ولی اغلب دچار تردید شدم، نمیدونستم چی هست. حالا میدونی؟ خیال میکردم میدونم ولی شما منو نشدید. یعنی من چه عوض شدم من آدم عوض نمیشه دختر خانم. نه در صورتی که دوستش داشته باشم شما را که محبت رو با اون شدت ازم داری خیلی کردم اینقدر عوض نمیشه. تو داری از ماجرایی که برای من عمیق‌ترین قصه ها رو به همراه داره به نفع خودت بهره برداری. یادم رفته بود که شما اون ماجرای غم‌انگیز رو بیشتر متعلق به خودتون میدونید تا من دارم سعی میکنم ولی شما کارمو مشکل‌تر میکنین مادر بزرگ. من به تو اجازه ندادم با اون عنوان شدم بزن. لابد خیال میکنی یه پیرزن تنها با شنیدن کلمه مادر بزرگ دست تنهایی منم به اندازه تنهایی شما درد خیلی از ما تنها بیشترش هم تقصیر خودمون ولی با هیچ نقابی نمیشه تنهایی رو از بین. تو کارتو خیلی خوب انجام میدی، چشمات دمناک شده، صدا تا شدت احساس میلرزی. I believe you are lonely and you want love. Who does not? ولی چیزی که نمیخواد منتهای محبتی که تو میخوایی متعلق به کسی که مرده. واقعا مطمئنی؟ شما سعی کردین روی احساسات من انگشت بزنید، روی احساسات رقیق، چیزی که ندارم. شما میخواین آخرین دریایی که بهش پناه آوردم به روی من ببندید. به من گفتن شما سوالای مشکلی ازم میکنین ولی اونقدر بی‌علاقه این که حتی یک سوال هم نکردم. کمترین علاقه به حقوق‌های تجارتی شریک و همکارت ندارم. ولی جنبه‌های تجارتی یا موضوع پول کمترین اهمیتی برای من نداره. ولی موضوع ارث که من فقط چیزایی رو که شنیدم میدونم. من پول نمیخوام. شما بگین اون پولو به چه کسی به وقتم خواهم بخشید. ولی این پول تا به دست نیارین نمیتونیم به کسی ببخشید. حتی من هویت شما رو تایید نکنم نمیتونیم این پولو به دست بیارید. باید بگم اون چیزی که من میخوام پول نیست. شما خیلی سرسختید. یادم پدرم همیشه میگفت موقع دعوا شما از تمام افراد خانواده یه درجه ترین. ولی من فکر می‌کردم شاید در مورد شما این خود مبالغه میکنن. یادم یه دفعه با مادرم به خاطر یه گردنبند دعوا کردیم. که گردنبند یاقوت نشان بود. آره درسته. شما می‌خواستین نگرش دارین. شما میگفتین جزء اموال سلطنتیه. اینو چی تو گفته؟ خیلی ها امکان داشت اینو بدونید. شما از اون با آخرین لباس رسمی که تنشون کردین استفاده کردین. لباستون مخمل سبز و طلایی بود. عکسش قشنگ نبود ولی دقیق بود. توی دعوای شما پدرم طرف مادرمو گرفت. یعنی همشون طرف مادرمو گرفته بودن ولی شما گیرنده بودین و یاقوت فریدی رو اسم ندادین. از کجا میدونی ما به کسی میکردی فریدی میگفتی؟ شما همیشه اونو فریدی صدا میکردی. بعضی وقتا ماریا هم به این اسم صدا میکردین چون اونم از مردای جذاب خوشش میومد. بس کن. من اجازه نمیدم دیگه این اسما رو به زبون بیاری. من هر وقت بخوام این اسما رو به زبون میارم اونا خواهرام هستن. شما منو متفلت اگه یه ذره شرف و انسانیت در وجود شما باشه این نمایش رو همینجا تمام میکنید. اتون پول میدم یه بیرونی که بارین وعده داده هر کاری کنم بری بیرون هست منصرف شدی ها. بعد از اون همه عذاب که توی تیمارستانه کشیدم بعد از اون همه سوء استفاده که مردم آزاد کردن ماجرای هولناک زیستن این فرار داره از لبه گور نجات دادن. سالها هم با حافظه مسدود توی بیمارستان گذروندی. موضوع خوبی برای یک روزای طولانی و خالی. لحظاتی هم که چیزی به خاطر اومد درد میکشیدم. اینا نمایش نیست. بعد به تدریج تلاش کردم که خودمو بکشم بیرون از اعماق آب بیام توی روشنایی توی هوا همش فکر میکردم شاید اون نباشم باید اون نباشم ولی هستم. من هستم. مادر بزرگم زنده است به من پناه میده. مادر بزرگم هنوز زنده است و به من پناه میده. میتونه دستاشو دراز بکنه منو از لبه گرداب بکشه بیرون و نجات هم بده. صحنه ها خوب اجرا میکنی هیچ چیرم جا نمیزن. خیلی متاسفم دختر خانم. متاسفم که کوششتون در این زمینه با شکست مواجه میشه. خداحافظ. یا خودت الان گفتی برو. قول میدم دیگه چیزی نگم. سعی نمیکنم شما رو فقط میخوام یه لحظه دیگه با شما باشم. دلم خواست سیر کنم که حرفمو باور کردی. چشمامو ببندم فکر کنم سالها پیشه روی بالکن هستم زیر آفتاب تابستون. نه قول میدم دیگه نه اسم کسی رو ببرم نه اسم جایی رو. روی نسیم دریا صدای ضربه‌هایی که به توپ تنیس میخوردن تو پای تلای درخت‌ها گم میشدن. صدای شما که منو صدا میکردین پیش خودتون. لحظه میکردین از لباس تابستونی تعریف میکردین. شما مریضی؟ نه مریض بودم ولی حالا دیگه نیست. به دکتر مراجعه کردی؟ دکتر خوب؟ با دکترها کاملا آشنایی دارم ولی دوست داریم که ازم میپرسی. من دیگه بهتره برم.
عزیز منو بیرون نیاوردین تعجب نمی‌کنم میخوام خیلی فقط یک لحظه خواستی بمونم. عجیب شما خیلی کم عوض شدی. شاید تحمل زجرهای چند سال اخیر شما رو قوی تر کرد. من قوی نیستم دختر خانم، بذارین برم. شما در مقابل من زرنگ و باهوشین، من پیرزنم، قدرتم ظاهریه. لااقل هم دیگر رو دیدیم. یه وقت دیگه که فکرم آزادتر هم دیگر رو. نه بهتر هم دیگر رو ندیدیم. شما حالا اینطور میگین ولی بعداً پشیمون میشین. میگین اینا همش بازی بود. من زنی پست و بیچاره‌ایم که به خاطر پول استخدام شدم و این نمایش رو بازی کردم. خب از جهتی واقعا استخدامم کردن چون از گرسنگی داشتم میمردم. هیچ جا نداشتم برم و بی‌پناه بودم. بنین کنار رودخانه سن پیدام کرد. شاید بهتر بود منو ندیده میگرفت، شاید بهتر بود فرار میکردم، ولی دیگه از فرارم خسته شده بودم. حالش خوبه؟ بله شاید از اون دل شما بهتر باشه حرفامو باور نکنی تو مریضی. نه هم برای اینکه یه خود میکردم مفهومش نیست. یه دفعه دیگه بگو. هم برای اینکه یه خود میکردم. تو وقتی بسته بودی هر وقت میترسیدی صرفه بیکردی. نبه کوچولوی ما نگاه سرگردان بودی من انتظار میکشیدم. نه گریه نکن جلال بگیر بترسی، نباید بترسی. یاد امین آنستازیا الان که منی از با میشه دور کرد، درهای بسته رو میشه باز کرد. میدونی یه وقتی توستی داشتم که خیلی سیر بود. هر شب دونه دونه اتاقا رو سرکشی میکرد، صداق دونه دونه اتاقای تاریک پس رو روشن میکرد تا تمام امارت غرق روشنایی بشه. شاید این موضوع در حق ما هم فکر میکنه. ما هم با هر سعی میکنیم باشتهای مرده رو زنده نگه داریم. خیال میکردم تو هم رفتی ولی تو برگشتی آنستازیا، برگشتی. خواهش میکنم اگرم واقعا خودت نیستی به من نگی. Dal casorbo balla da paio, senza strassi, senza babacù. Il pagliozzo d'uso sta via va, a che tali facci di migliaia, cari cari, non si cari, alla casali si stupilanti, sali da cari si lava la taia, sali da cari, come speranza. رستوران نفتان خوبی روی که ممکنه یک سفر کوتاه به آمریکا بکنیم. آمریکا فعلا تنها کشوریه که برای نیازد احترام و اعتبار ارزشمنده‌ای باید. من از سفر بدم میاد. منم میخوام برم به اوراگوئه. رفتی چرا؟ اسمش روشن میاد. اوراگوئه. من از اونجا نفرت من از گواتمالا. آدمو یاد جاهای خیلی دور. آره خیلی. اصولا چطور یک کشتی اجاره کنیم دریاها رو بگردیم. من از دریا نفرت دارم. ماکسیم عزیز تو اومدی اینجا غذا و مشروب بخوری، از نمایش لذت ببری. من از غذای روسی بدم میاد، از شامپاین نفرت دارم، از موسیقی کلی منزجرم. بهم خیلی بد میگذره. خب پس چرا نمیری خونه؟ از اتاقم بیشتر از همه اینا نفرت دارم. Stala gruz, serce hołci, zanim lądka hadahem. شاید این شعارا پسیش نبید. شاید. همه چی درست. برو یه دستی به آرایشت ببر. چقدر باید طولش بدم؟ ما خبرت بکنیم برو خیلی خوب به اکتا اومدن. همه شد اومدن. پسگر خودش هم برمونی. آره شاید میخواد یه دور دیگه کوپنهاگو بگرد. با وجود این بهتر بود اینجا میمون. اونجا میمون ولی امپراتریس نمیذاش بالا حضرتو بده. لااقل کمادتی. نه با اونجا موندم فقط پول هدر میره. Ci samine, я научивал, разал и жить говорить мне. Помнить, верить мне. اولی به نامل ساعتگاه فردا منتظر
یعنی موافقت کرده من تو معرفی فردا شب برگزار بشه صبح برجا میتونی تفصیل مصاحبه مطبوعاتی رو البته تو سالن رقص واسه خوبه شایعه ازدواج چی؟ آره فکر می‌کنی کارگردان نامزدی اونو فعلا اعلام بکنه میدونی هر وقت فوتبال به میون میاد اخمش تو هم میره فکر میکنی دارم متعصب من تو کبلاک مطمئن بازم تو نفسش بری وضع بکنی این دیگه از کدوم جهنمی آمده از انبار آپرا فکر میکنم چیزهای مناسبی هم تو بالا منتظر باش ببینم ساستنده 7:40 دقیقه خبرنگارا اومدن منتظرم خیال نمیکنم دیگه فرقی برای ما داشته باشه شما رو خودت صدا خفه کنیم ببین دارم تمرین میکنم خواهش میکنم آقایون تمرین باشه مصاحبه مطبوعاتی خواهش میکنم باشه بعد من گیج شدم وقتی درباره من بگو ما حاضریم ببین خبرنگارا رو آماده کن پلیس با اینجا 50 دفعه گفتم نه اونو دیدم نه پولو دیدم نه امپراتوریس رو دیدم اگه بازم بپرسی مجبورم همینو با حروف درست بنویسم معذرت میخوام این موضوع کلی که سلام کرده حالش هست زودترشان رو بشه بهتر واقعا خیلی عوض شدی ولی لطفا زیادی کسل نشد چون برای کسل شدن خیلی دیر شده از این طرف دوستان اطلاعات کلی رو قبلا براتون آماده کردیم گذاشتیم روی این بله مراسم معرفی هم تا همین سالار صورت میگیره البته ترتیبش برای امسال ساده شده خانم ها و آقایان ولیعهد امپراتوریس مایلم مراسم معرفی در محیط خصوصی تری برگزار بشه However, Her Imperial Highness... برادر گند سفرستاز یعنی کلایدنا لطف کردن شما رو به حضور بپذیرند مراسم ساعت 10 به مسجد بالا حضرت گراند دوشس و بالا حضرت فرانس فون هلبرگ افتتاح شد ساعت 10:15 این حقیقت داری که میخوان اطلاع بدن امشب اعلام میشه نیست اگه اطلاعاتی به طور اعلام درباره موضوعی که نمیدونم ادامه بده ساعت 10:15 ولی حضرت امپراتوریس تشریف فرما بشن ساعت 10:20 سرود ملی روسیه نواخته بشه تا اولی حضرت امپراتوریس همه عالی قدرشون را آقایان مفتخرم که والا حضرت عالی قدر رو معرفی میکنم گراند دوشس آناستازیا نیکولایونا چه لباس قشنگی اطلاعاتی میان بین شده بگیر خیلی من سوال دارم چی شده؟ رسیده خوبانده والا حضرت اجازت سوال کنیم والا حضرت هنوز دوران نقاهت بیماریشون رو میگذرونم اینی که خواهش میکنم سوالاتتون رو مختصر و کوتاه والا حضرت حقیقت داره به سختی تونستیم امپراتوریس رو ببینید من 3 هفته در کوپنهاگ بودم و همه این مدت رو با امپراتوریس گذروندم میخوایم با فرانسپول ازدواج کنیم فرانس به نظر من مرد فوق‌العاده مهمون نوازی در مورد افتی والا حضرت کی قراره 10 میلیون پوند رو بگیرید چجوری میخواین خرجش اگه همسایه به من برسه خودم بیشتر از شما تعجب خواهم کرد بعد از فرارتون از روسیه رفتین ژرمنی بله در دسامبر 1920 توی یکی از بیمارستانهای بخارست بستری بودین بله توی یکی از بیمارستانهای بخارست بستری بودم منتها تاریخش دقیقا یادم نیست راستی من یادمه وقتی شما رو آوردن اونجا من تو بحث دیگه دوره نقاهت هم میکردم بله ممکنه من یادتون نیست وقتی شما رو مرخص کردن آقای منتظرتون بود که ببرتتون خونه من اسم شما چیه؟ میکائیل ولادو اسم شما انا کورنه بله من از این اسم استفاده کردم بالا حضرت از اسامی زیادی استفاده کردن چون هویتشون فراهم میکردن زندن دچار نسکن خواهش میکنم میکائیل ولادو بله من در بخارست توی بیمارستان بستم برای این زخم سرتون شما رو بستری کرده بودم بله زخمی که در جریان انفجار قطار نزدیک بخارست برداشته بودیم شما واقعا انا کورنه شما توی قطار چیکار میکنید؟ خانم ها آقایون خواهش میکنم حالا حضرت نمیتونم سوالاتتون رو به شماسه برسونید که جواب بدم چی رو میخوایم بدونید؟ اینکه در جریان انفجار قطار زخمی شدم یا نه؟ یادمه در جریان انفجار قطار بودم ولی نمیدونم اونجا زخمی شدم یا نه در روسیه یا بخارست امکان نداره آدم 2 بار زخمی شده باشه؟ در جنگ شاید مگه انقلاب زمین؟ یه دستی خانم واقعا مصاحبه تمام شد سر و تحقیمه میکردن موضوع نظرش
خبرنگارا بیان دعوتنامه ها رو دم در کاملا بررسی کنید. I don't make things easier for you, do I? کارتون‌تر نمی‌کنم، درسته؟ همه چی خراب. خبری که روزنامه روزنامه ها منتشر بشن، امپراتریس مراسم معرفی رو برگزار کردن. آو میتونید اجازه میدید؟ میتونی اجازه به من بدی؟ متشکرم. خیلی لباس تو خراب میکنم. مهم نیست. یک ساعت دیگه مهم میشه. خیلی وقت ندیدمت. لابد خیلی دلت برام تنگ شد. نیست دلم برای تنگ شده. کی نمیذاشت مرا بدونی؟ امپراتریس یا پل؟ مثل که فکر نمی‌کنی من بتونم بدون گرفتن دستور کاری انجام بدم. بس خودت نمیخواستی مرا بدونی چرا؟ فکر کردم بهتره نبینم. پس شایعه نامزدی راسته. تو خودت گفتی من و پل سالها پیش نامزد بودیم. فکر قضیه خودت رو زیادی جدی گرفتی. تو خودت خواستی، خودت نخوای عروسک رو کشیدی. نه تا همیشه فکر کردی مردم دوست دارن کاری که بهت میگن بکنی. مردم نه، تو مزخرف میگی. راستی؟ تو منو به طرف پل روندی، حالا باش مخالفی چرا؟ خیال میکنی اختیارمو به دست میگیری؟ اختیار کی رو؟ اختیار من و اون پول. اون پول برای من یک ذره اهمیت نداره. پس از چی ناراحتی از اینکه ممکنه آن کارم خودت برای من مهم نیست، خودت برای من اهمیت داری. عوض شدنت ناراحتم میکنه. من عوض شدم. آره وقتی شروع کردی فقط میخواستی بفهمی چی هستی، میگفتی فقط همینو بخوای بدونی. آره من فقط حالا دیگه نه حالا میخوای گراندوچس آناستازیا نیکولایونا باشی. حالا میخوای در حضور یک مصوات درباری روی تخت. تو همیشه باید نسبت نشون بدی، باید تحقیر میکنم. رویای علاقمند و وفادار تو رو اون اسکلتای متحرک رو اونا به تو علاقه ندارن. فقط میخوان با استفاده از فرصت و اون صورت که سالها از بین رفته و دیگه باید فراموشش کرد زندگی بکنن. یه ما پیش اینجوری حرف نمیزدی، اون موقع این وضع میخواستی. حالا من از این بعد خوشم اومده. خوشت میاد گراندوچس بشو، عضو خاندان سلطنتی بشو، با مردی ازدواج کنی که اگه میدونست وارثون ثروت نمیشه تا 100 متری رفت نمیشد. آره حقیقت تلخه. یه دفعه گفتی من خودخواه و جاه طرف هستم، منم قبول کردم، حق با تو. حالا چرا تو اینقدر شهامت نداری بگی حق با منه؟ نه واقعا یعنی باید یادم باشه خیلی وقتی شده اولین بایستی که رفتم اولین بایستی که فکر میکردم هم رفت من شده حتما یکی دیگه شاید هم من بودم. چیز مهمی نیست شب رفتن کن قبل که ندیدیم از کارا سردرزین میاد. چرا؟ چون حرفای بلاده رو تشکیل نکردم؟ بله از کجا میدونی آن نکاره میکنم؟ جدی بود. جدی هم؟ این شب الان یه جور عجیبی رفتار میکنی. از کجا میدونی آن نکاره چیزی رفتار میکنم؟ من فقط میدونم تو چطور رفتار میکنی، فقط تو برام اهمیت داری. البته این همون چیزیه که من فون هارم برس با خانم آن نکاره اینجوریه. البته که نه، برای اینکه حقیقت نداره. نه پس من نه عنوان دارم نه اسم دارم. حقیقت نمیتونم بکنم چون میدونم چی هست. اگه نتونم اون پول بگیرم یا اگه اصلا نخوام بگیرم میتونی و اون پول رو میگی و خیلی راه میتونی بره باید خرید کنی. آدم میتونه مطمئن باشه که اگه دوستش دارم به خاطر خودم. من حاضر نیستم از این سر باشم. امپراتوریس نماده است. بالا تو اتاقتون منتظر است. دیگه موقع خدمتون اگه من به موقع نرسیدم چرا نره مراسم رو بدون من برگزار
این مراسم واقعا شما رو این سر حال جذاب نداره. این لباسی روزاتی که حتی بستگانی بسترم بلد نیستن. این دستیرون همین کسی جاویدن که فقط جاجیر نباشد. دورانی جلال سکون هست این رفته بود. اما همه چیزی که باری زنده کردید. نه فقط خستم. دوستان از دنیا تا کسی نجات میدم یک دست مدارم. البته که خدیدون یادتون باشه این موضوع خبرنگاران شنیدن واسه اولیا حسد منتظره شنیدن الان میخواستم بفرستم دنبالت کنیم نوام گفت باید منتظر مسئله به ناخوشایند توی روزنامه ها دستتان همینطوره. متشکرم اون تخت اصلا برای ایجاد مزاحمت اجید کرد با حضرت خودشون گفت میدونم چی گفته متاسفانه متوجه نیست حقیقت در دنیای امروز ما گاهی دردناک میشه من این پیانی تهیه کردم که میخوام این شب پیش از رفتن بگی به روزنامه ها من با اجازتون دیگه میرم. میرم؟ کار من تمام شده. مراسمم به خوبی اجرا میشه. ضمناً چون امشب در واقع شب شما فکر کردم وظیفه‌مه. نه موضوع وظیفه فقط میخواستم ازتون خداحافظی بکنم. خیلی عجیبه تو میخوایی بیش از اجرای مراسم برید؟ تو بیشتر از هر تقدری در جریان مراسم حاضر باش. اگر راستشو بخوایی امشب شب توی همین ما ازت ممنون ولی از اینجا به بعد دیگه نمیخوام در خواهش میکنم تو کار فوق‌العاده بزرگی رو به انجام رسیدی. نوه منو در موقعیتی که واقعا حد تشویق قرار دادی. اگه اشتباه نکرده باشم حتی میخواسته اینا نامزد دوران بستگیشم به هم برسن. بله این که گفت اونم میخواستم ولی از این موضوع زیاد خوشحالی شد درسته؟ خوشحال نیستی چرا؟ من در موقعیتی نیستم. خواهش میکنم از تو بعیده که موقعیت برات مانع باشه کنی ولی موقعیت خودم خیلی خوب میدونم مالیات. حالا ازت میخوام جواب اگه این واقعا همون چیزیه که گرم دوست میخوام خب منم باید خوشحال باشم. ولی از اون نظر خودم نه خوشحال نیست. ما تنها باید اون عنوان رو بهت میدادیم بلکه باید تو رو سفیر خودمون میکردیم چون خیلی ماهرانه تونستی منظور تو به من بفهمی. حتی منم نمیتونستم این کارو بکنم با همه اینا میتونم بگم عملا هیچ سره نه تو دستم نه. خیلی فعالبی واقعا کی میخوایی؟ چرا اینو از من میخوایی؟ چرا از خودش نمیخوایی؟ چیزی که همیشه برای دیگران مشکل بوده برای من آسان بوده و چیزی که همیشه برای دیگران آسان بوده برای من مشکل بوده. من خواستم این کارو بکنم ولی متاسفانه به خط تعبیر شد. ساده تر از این هستی که من فکر میکردم. همینطور خیلی احمق تر از این که فکر میکردم. ولی این دستی اولیه هستی که موقع مقصد کنم بانی میخوام همینجا منتظرم بمونی. این دفعه بهت دستور میدم قبول میکنی؟ بله اولیه هستم قبول میکنم. خراسانه شده خراسان و هیجان همه اینطور همه با لباسهای رسمی یونیفرم درست که خبیثیه که اون وقتا داشتیم بله بوی نفتالین همه جا پیچیده. میخواستم از امپراتریس صدا کنم ببخشید اگه امپراتریس اجازه دارن جریان مراسم براتون توضیح میدم. من علیدم بعدا امروز صبح دربارش مذاکره بله اما درباره اماس بعدا مذاکره. بله امپراتریس خیلی زیبا شدی. به خوش میگذاری؟ بله مدام. پول کجا؟ داره با 5 بود میره. پول خیلی خوب میرفت. خیلی هم جذابه. خیلی هم جذابه. از حضور امپراتریس معذرت میخوام باید برزتون برسونم همه منتظر. نه که 10 سال صبر کردم بدون 10 دقیقه دیگر میتونم صبر کنم. میگم بابایی میخوام با نوام تنها حرف بزنم. بیرون آقایون بیرون. این درست موقعی که لازم خیلی خیلی خوشحالیم بیرون. بیرون بابن مواظب باش آقایی که بهش علاقمندی از اتاق صبر خارج نشید. مثل که به همه خوش میگذاره نه؟ بلی چی همیده؟ بگه به من بذارم سره یعنی به همین جدی ازش خسته شدی به این چیزا عادت ندارم. از لحاظ پول کاملا مطمئنی؟ ازش لطفت میکنم ازش خیلی خوشم
چرا لطمت بگه کردی؟ سوال ناگهانی شما قافل گیرم اگه آدم کسی رو دوست داشته باشه جوابش همیشه آمده است. ازم خواستم نامزدی شما را امشب اعلام بکنم. واقعا میخوای این کار رو بود؟ من میخوام ازدواج کنم. چرا؟ شاید برای اینکه میخوام متعلق به کسی باشم یا به کسی نزدیک بشم. نه ولی این چیزا رو واقعا به کل میکنم. این موضوع شما رو خوشحال میکنه و این باعث خوشحالی مرا میکنه. مثل بانیم داری حرف میزنی؟ نه بله اما خیلی تو واقعا نمیخوای با کل ازدواج بکنی؟ من نمیدونم چرا من در واقع یک کسی دیگر رو میخوای. کسی دیگر رو شاید در تمام این مدت بسید زدم تنها چیزی که واقعا میخوام شمایی. حالا من دار ولی این کافی نیست. نبایدم باشه. من حق دارم با تو هم زندگی کنم ولی تو باید این چیزی رو پیدا بکنی که سایر زنها در کنارش احساس خوشبختی میکنن. لطفا یه دقیقه همینجا اول نگستی پالار رخت اوضا درست همون جوریه که قدمت خوشیزه نه دنیا جلو میره عزیزم. ما هم باید باز جلو بریم. توی قالب گذشته ها میدیم. من گذاشتم چیزیه که خیلی دوست دارم چون همه چیزش برام آشنایی دیدم. زمان حال برام سرد بستم و آینده خوشبختانه دیگه مجبور نیستم نگران آینده باشم ولی تو مسئولی آینده ماله. لطفا اینو برام باز کن. منظورتون یا ولی میخوام ببخشمش به تو مادر بود شما چیزی به من دیدین که هیچ کس نمیتونست به من خودم بسیاری خودت بذاری کرد برو اتاق سعد ببین بابا کمکت میکنه باش مادر زیده وقت زیادی ندید. معذرت میخوام این سرکی چی شده؟ فقط خواستم بگیم که این آقا دیگه تنها نیست. خوبه فکر میکنم حالا دیگه میتونیم مراسم رو اجرا کنیم. بگو من حاضرم. ساعت نمیشتی؟ خانم آقایون؟ مطمئنم امپراتوری که ابتدا مثلا دیکتاتوری که تنها نیست مردم در انتظار بذارید. ارتر حرفی میستاده کنه هر جواتون باشه اگر من خواهش کنم یاد در اسامی رو خیلی بلند و بازه یادتون راحت مستشترم خانم حاضر باشه کل کجا دو مرتبه بهت گفتم من گفت که نتونستی بونی رو پیدا بکنی من بهت گفتم آره گفت براتونو بدون اون اجرا کنیم ولی من میگم امشب حتما یه چیزی شده اون از یه عرض زود هست یه عرض در عمرم شما را این از سر حال نبیده در عمرم این از سر حال نبیده موقع خلاص بکنین ممکنه لطفا به امپراتوری کنم دوست اطلاع بدین که آماده اید برای همین الان دوکت در مورد مراسم فقط به عنوان یادآوری یک چیزایی که دوست در براتون بابت میخوایی حافظه من جایی خانم‌ها آقایون بعد از اینکه طبل‌ها به صدا در اومدن امپراتوری تشریف فرما می‌کرد. وقتی از جلوی پرده عبور می‌کنن ارتش سرود ملی ما رو می‌خوند. بعدش جنگه حالی که کجا رفته؟ چی داری میگه؟ والا حساسی همه جا بگم تا والا حساسی یعنی بالا حساسی یا باشد اتاق صد به نگاه کردی؟ من امپراتوری هیچ کس مجرد هیچ کس؟ خب سر رفته اتاق خودش برون کنم یعنی پیدا کنم نه دیگه پیداشون نمیکنی هرگتون هردی؟ اون را دوست تو بانی بانی؟ آخی چرا؟ سردر نمیارم تو هیچ وقت سردر نیاره یعنی اون آقا راست میگه اون واقعا آنستازیا نبود؟ نبود؟
امپراتریس ابتدا میکنم، همه پایی منتظرن. حالا بهشون چی بگم؟ چی میتونیم بهشون بگیم؟ هیچ قول دستمو بگیر، من خودم باهاشون حرف میزنم. متشکرم امپراتریس، همه خواهش میکنم. چی میگم؟ میگم بازی تموم شد، بریم خونه.